در شهر نورک یک نفری که با شوهر خود آسوده زندگی میکردن و 4 فرزند خود رو در دریای وحش پرتافت. این سببش چی است؟ سببش همین بی‌مسئولیتی خود مردان است. چون که زن 4 تا دختر دارد و مرد زن 4 تا دختر دارد و مرد شوخی آمیز میگوید که هر سال برای من خود دختر تولد میکنه. من یگون نفری را میگیرم که به من پسر تولد کند. از روی عقل سالم این درست نیست. و زن وقتی که چند مرتبه میشنود، دفعه آخری که میشنود دغلانه میگوید مرد، ولی طرف من میگه که معلومه این را من شوخی آمیز گفتم، من شوخی کردم. زندگی این شوخی نیست، این شوخی نیست. ولی 4 نفر همون دخترک که من بالای هنمو کوپریک رفته 10 دقیقه ایستادم، میبخشین در 10 دقیقه ایستادگی من 100 ماشین گذشت. همون روزی که همین زن خچه به آب پرتافت روزی سرد بود، بسیار خنک بود. به طرفی بینید که همون زن با 4 دخترک خوردش بالای کوپریک ایستاد، همین قدر ماشینایی که گذشتن، یعنی که به طرفی بسیار بود در اونجا دیده میشد. قریب اگر 2 ساعت و 30 دقیقه به فکرم ایستاده است. از روی گفتگوهای اون نفرایی که گرد اطراف من همه را جمع کردم، صحبت گذراندم. در 2 ساعت ایستادگی همین زن 1 نفر نگفته است که خواهر عزیز در همین خنکی سرد چی میکوبی؟ 2 تا خورده کودکش دوگانی بوده است. هر دو رو برو میماند و ریمپرش کتی گرفته و یا را میبندد و نخود که همین کودکای خورده پرتافت. 2 تا دختری کلان نگفت که اوچه جان خواهرکم در آب نپرتو. این بسیار دهشت است. وقتی که من در زل برآمد کرده با تمامی اما 500 نفر اون نفرایی که بی‌طرف بودن در همین کار وقتی صحبت گذراندم، بعد موسفید و کمپیرو در اونجا گریه را گرفتن.